الله دعا میکنیم که جوانهایی که این جوانهای موحد را که در این روزهای سخت‌ترین، در روزهای فتنه، در روزهای وزنین، در این آخر الزمان، این جوانها صادقانه به دین تو روی آوردند در حالتی که اکثرها از دین تو بیرین شده ایستادند. این جوانها به دین تو آمد در زمانی که اکثریت از آموختن توحید ترسیدند و به دنیا مشغول شدند. این جوانها آمدند و توحید را می آموزند. زمانی که اکثریت از گفتن حق سکوت کردند و فرار کردند و از سنجش گذشته نتوانستند، این جوانها سخن حق را ظاهر کردند و در رو بر روی مشرکین نترسیده صادقانه به تو توکل کردند و ایستادند. این جوانهایی که در اساس قرآن و سنت دین تو را با فهم سلف امت نصرت میدهند، الله این جوانهای موحد را نصرتشان بده. الله فهم و درک و علم را به اینها نصیب کن. پیش از همه امن و امانشان نگه دار. از طاغوت‌ها، از دشمنهایت، از دشمنانشان الله حفظشان کن. الله سلامتی و امن و امانتی برکت در زندگیشان بده، در زندگی و فرزند و زن و مال و جانشان بده. الله اینها را نصرت دهنده دین خودت، لشکران دین خودت، ظاهر کننده توحید لا اله الا الله قرار بده. در هر کجای باشند الله این جوانهای موحد را حفظ کن، سبب ظاهر شدن توحید کن. با رغم اینکه دشمنان تو نمیخواهند، این جوانها سبب ظاهر شدن توحید بشه. قدمهایشان را استوار قرار بده. این خواهر و برادران ما را الله حفظشان کن. صحت و سلامتی و عمری که با برکت باشد، علمی که نافع باشد، از فتنه های این شب و روزه آخر الزمان الله حفظشان بکن. ثابت قدم همه ما را در قرآن و در منهج قرآن و سنت با فهم سلف این امت نگهمان بدار و مثل کوه سپر باشیم در رو بر روی این ملحدین، کفار و مشرکین و مرتدین، دشمنان اسلام که میخوان دین اسلام را تحریف کنند و تغییر بدهند. الله ما را استعمال کن. الله ما را استعمال کن. الله ما را در نصرت دینت، ظاهر کردن لا اله الا الله استعمالمان کن. خادمان دینت. این چی شرف است، این چی فضل است، این چی مقام است، این چی بزرگی است، این چی راه نور است، راه انبیاء و المرسلین است. الله در این راه همه ما را تا وقت مرگ، آخرین نفسی که در این دنیا میکشیم، در همین راه حق استادن را، پایبند به لا اله الا الله استادن را و به شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله از این دنیا به نزد تو رفتن را نصیب کن. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اساس همین است، اساس عاقبت است. از این فتنه های نو به نوی که تا امروز آمد و روزهای آینده باز خطرناکترین فتنه ها در پیش است، فتنه های بزرگ در پیش است. الله ما را از این فتنه ها نگه بدار. از فتنه دجال ما را نگه بدار. از فتنه لشکران دجال ما را نگه بدار. امین یا رب العالمین. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.